نور به قبر کوروش بباره. میدونید چرا؟ یافته‌های پژوهشگران درباره آرامگاه کوروش بزرگ نشون میده که کسانی که اون رو ساختن از نبوغ و استعداد بسیار بالایی برخوردار بودن و راز اعداد و دانش ریاضی رو به خوبی میدونستن. آرامگاه کوروش دارای 6 پله و از 4 طرف ساخته شده. مجموع این 4 طرف 24 تا پله داره. عدد 24 که مجموع پله هاست اشاره در کنایه 24 ساعت شبانه روز داره. عدد 4 که آرامگاه دارای 4 طرف است کنایه از 4 عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتشه. این نکته که جای به خاک سپردن کوروش در پلکان هفتمه اشاره به جاودانگی عدد 7 نزد ایرانیان رو داره و نشون میده که کوروش بزرگ پله های رسایی، کمال، امنیت، آرامش، روشنایی و جاودانگی رو طی کرده و در پله هفتم آرامیده. در آرامگاه رو به شرق و این معنی رو داره که همواره هنگام برآمدن خورشید نور به آرامگاه میتابد و اصطلاح نور به قبرش ببارد از اینجا سرچشمه میگیره. اگه برات جالب بود لایک کن و برای همه بفرست تا آگاه بشن و برای دیدن مطالب تاریخی بیشتر صفحه وایس ایران رو دنبال کن.